دوستای خوبم سلام. اگه روی این قسمت کلیک کردین بدون شک به این دلیله که حداقل کمی به اسطوره شناسی علاقه دارید. هرکول، جیسون، اولیس، آشیل، پرسئوس، رولند، آرتور، مرلین، ژان آرک، مولان، ما قهرمانان تاریخی، نیمه افسانه‌ای و حتی اسطوره کاملا واقعی رو دیدیم. اما اگه به شما بگم تاریخی وجود داره که مکتوب نه شفاهی و در این حال اونقدر کهنه که ایلیاد، اودیسه و حتی کتاب مقدس رو شبیه به متون اخیر میکنه چی؟ ماجرایی که تقریبا برای 2000 سال تفکر تمام بین النهرین باستان رو نشونه رفته. این چیز کمی نیست، زیرا حماسه گیلگمشه. شاید یکی از بدجنس‌ترین و تاثیرگذارترین قهرمانان اساطیر که میتونه حتی خدایان رو به چالش بکشه. گیلگمش پادشاه سومری شهر اروک در بین النهرینه، اما مراقب باشید، او پادشاه خوبی نیست. اون با مردم خودش نسبتاً بیرحمانه رفتار میکنه. پس از اون خدایان تصمیم میگیرن برای اون آزمایشی بفرستن تا اونا مجازات کنن. اونها برای اون یک نمونه وحشی ایجاد میکنن که در بیابان بزرگ شده و قراره با او مقابله کنه. انکیدو. مبارزه صورت میگیره اما هیچ کس پیروز نمیشه. در عوض انکیدو و گیلگمش دست از جنگ میکشند و با هم دوست میشن. پس از اون این دو بهترین دوست در جهان برای یک ماجراجویی به سمت غرب میرن. سفر اونا رو به یه جنگل بزرگ سرو در جایی که لبنان کنونی نامیده میشه میبره. اونجا توسط غولی به نام هومبابا محافظت میشه که این دو دوست موفق میشن اونو شکست دهن تا چوب گرانبها رو تصاحب کنن. وقتی اونا برمیگردن، ایشتار، ایزدبانوی عشق و جنگ، به گیلگمش میفهمونه که میخواد مشوق اون بشه، اما اون قبول نمیکنه و بله، اون هنوز الهه عشق رو پس میفرسته. این چیزی نیست. بدیهیه که ایشتار زیاد این رفتار رو دوست نداره و از این توهین به خدایان دیگه شکایت میکنه. اونا مجازات جدیدی رو برای پادشاه آشفته میفرستن. گاو نر آسمانی که در سراسر شهر ویرانی میکاره. اما گیلگمش و انکیدو موفق میشن هیولا رو بکشن. بدتر از اون، انکیدو توهین رو به حدی میرسونه که ران راست گاو رو به صورت ایشتار پرت میکنه. در اینجا خدایان واقعا عصبانی میشن و حکم مرگ انکیدو رو صادر میکنن که در جا سرد میشه. میدونم به چی فکر میکنید. چرا اونا یه گاو نر فرستادن؟ در صورتی که میتونستن از همون ابتدا اونا با یه ضربه انگشتان خودشون بکشن. خب من نمیدونم، واقعا نمیدونم. در هر صورت مرگ انکیدو برای گیلگمش ترخلاشه، اما نقطه عطف مهمی هم محسوب میشه. او به فانی بودن خودش پی میبره و این درک براش غیر قابل تحمله. بنابراین اون به دنبال جاودانگی میگرده. سفر اونو به انتهای جهان میبره تا با اوتاناپیشتیم جاودانه بازمانده سیل ملاقات کنه. اوتاناپیشتیم به اون توضیح میده که خدایان فقط به او و همسرش جاودانگی دادن. این هدیه قابل انتقال یا تکرار نیست. با این وجود اون گیاهی رو به گیلگمش پیشنهاد میکنه که با مصرف اون تا زمان مرگش به اون جوانی و قدرت میبخشه. اما در راه بازگشت، در حالی که در فرات خودش رو میشست، ماری گیاه رو از اون میدزده. سرانجام گیلگمش دست خالی به خانه برمیگرده. خب نه کاملا دست خالی، زیرا اون با خردی تازه برمیگرده. اون اکنون مرگ خودش رو قبول میکنه و میفهمه که برای به جا گذاشتن میراثی ماندگار باید از شهر خودش مراقبت کنه. بنابراین او دیوار بزرگی میسازه و به عنوان یک پادشاه با فضیلت سلطنت میکنه. پایان خوش و برای حدود 4 الی 5 هزار سال کار کرده، زیرا ما هنوز در اینجا داریم درباره اون بحث میکنیم. این نسخه کلاسیک حماسه گیلگمش اولین نسخه‌ایه که کشف شده. با این حال داستان‌های ماجراجویانه دیگری درباره قهرمان ما وجود داره. در سال 1849 میلادی باستانشناس انگلیسی آستین هنری لایارد لوح‌های گلی کوچک متعددی رو که با نمادهای عجیب و غریب به شکل میخ حکاکی شده بود
معروف به خط میخی در سایت باستانشناسی نینوا در نزدیکی موصل در عراق کشف میکنه. وقتی میگم متعدد منظورم واقعا زیاده. ما کمتر از 22,000 مورد از اونها رو کشف کردیم. لایارد ناخودآگاه به کتابخونه آشور بانیپال، پادشاه آشور که بین سالهای 668 تا 627 قبل از میلاد سلطنت میکرده برخورد میکنه. چندین سال طول کشید تا جامعه علمی عظمت این یافته رو درک کنه. در سال 1872 میلادی بود که آشورشناس انگلیسی جورج اسمیت موفق میشه 12 لوح رو از کتابخونه رمزگشایی کنه که معلوم شد حماسه گیلگمشه. این داستان سر و صدای زیادی ایجاد کرد و همه به اون علاقمند شدن. در واقع اولین خوانش عمومی حماسه با حضور خود نخست وزیر انگلیس صورت گرفت. اکتشافات به همینجا ختم نشد، زیرا لوحه‌های بیشتری در سادهای دیگه هم پیدا شدند. به لطف کل این مجموعه اکنون میتونیم بفهمیم که حماسه چگونه نوشته شده و چگونه در طول زمان تکامل یافته. پیشنهاد میکنم نگاهی کوتاه به گاهشماری بین النهرین باستان بندازیم تا متوجه بشیم. در حدود 3000 سال قبل از میلاد میان رودهای دجله و فرات شهر سومری اروک قرار داشت. در اینجا بود که نوشتن با خط میخی آغاز شد. بین سالهای 2800 تا 2600 قبل از میلاد ممکنه پادشاهی به نام گیلگمش در اروک وجود داشته، اما بعداً به اون خواهیم پرداخت. سومری ها پس از سرنگونی توسط اکدی ها در حدود 2100 یا 2000 قبل از میلاد بازگشت قوی داشتند. اونها یک سلسله بزرگ جدید تأسیس کردند که بر شهر اور حکومت میکرد. در این زمان بود که ماجرای گیلگمش به احتمال زیاد بر اساس داستان‌های شفاهی بسیار قدیمی‌تر نوشته شد. خود سنت‌های شفاهی احتمالاً بسیار قدیمی‌تر هستند. بنابراین عمل نوشتن اونها به عنوان نوعی حفظ و وسیله‌ای برای سومریا بود تا مشروعیت تهدید شده خودشون را با تجلیل از یک نیای قهرمان تقویت کنند. با این حال شانس با اونها یار نبود، زیرا پس از سال 2000 قبل از میلاد سلسله سومریان اور تحت حمله آموری‌ها که فرمانروایان جدید منطقه شدند از بین رفت. با این وجود انتشار داستان‌های گیلگمش ادامه پیدا کرد. این داستان‌ها به سومری، سپس به اکدی و در نهایت به زبان‌های دیگه مانند هیتی یا هوری منتقل شدند. اکنون بیاییم به جنبه‌های زبانی بپردازیم، زیرا نحوه انتقال از سومری به اکدی بسیار جذابه. اولا سومری یک زبان منزوی در نظر گرفته میشه، به این معنی که به هیچ خانواده زبانی شناخته شده‌ای تعلق نداره و به هیچ زبان دیگه‌ای شباهت نداره. علاوه بر این از ایدئوگرام‌هایی استفاده میکنه که در اون هر علامت یک کلمه یا یک ایده رو نشون میده. از سوی دیگه اکدی به گروه زبانی سامی شبیه به عربی یا عبری تعلق داره. از آواگرام تشکیل شده که هر علامت یک صدا یا یک هجا رو نشون میده. این دو زبان با هم همزیستی داشتن و اغلب در هم آمیخته شدن. در نتیجه متون مملو از ایده ها و تداعی های پیچیده بودن. چالش ترجمه رو تصور کنید با توجه به اینکه کاتبان اون زمان قبلا برای تسلط کامل به هر دو زبان تلاش میکردن. در حدود سال 2300 قبل از میلاد اصلاحات قابل توجهی برای تنظیم آموزش کاتبان آغاز شد و این اصلاحات هنوز ادامه داشت که نسخه کلاسیک معروف به حماسه گیلگمش در حدود 1300 الی 1200 قبل از میلاد تدوین شد. یک اصلاحات 1000 ساله در آموزش کافیه تا باعث حسادت هر وزیر آموزش ملی بشه. نتیجه همه این تلاش ها خلق 12 لوح حاوی حماسه بود که در نهایت در سال 650 قبل از میلاد برای شاه آشور بانیپال نوشته شد. الواح دیگه‌ای که مربوط به سال 113 قبل از میلاد نیز پیدا شده.
بابت تاریخ‌های زیاد پوزش میخوام، اما اونها نشون میدن که چگونه داستان گیلگمش 2500 سال از تاریخ بشر رو طی کرده. پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها ظهور و سقوط کردند. زبان‌ها تغییر کردند. با این حال نسل به نسل حماسه دوام آورده، از یک داستان به یک افسانه و در نهایت به یک اسطوره تبدیل شده. در این نقطه است که ما شروع به درک عظمت این کار در تاریخ بشر می‌کنیم. با این حال آیا همه اینا فقط یک اسطوره بزرگه؟ پرسش از واقعیت تاریخی گیلگمش ذهن بسیاری رو مجذوب خود میکنه. حالا دیگه نیازی به بحث نیست که آیا واقعاً یک مرد غول و قاب آسمانی رو شکست داده یا خیر. اما یا شهر اوروک واقعاً پادشاهی به نام گیلگمش داشته که الهام بخش کل این روایت باشه؟ حتی امروز یه پاسخ قطعی از ما فرار میکنه. نام گیلگمش در منبع مهمی به نام فهرست سلطنتی سومری برای باستانشناسا و مورخا اومده. این سند مدعیه که یک گاهشماری جامع از تمام پادشاهان و سلسله هایی که بر سومر حکومت میکردن ارائه میده. با این حال لیست حاوی نادرستی ها و عناصر خارق العاده است. به عنوان مثال نشون میده که سلطنت گیلگمش 126 سال طول کشیده. ما در حالت ایدئال این فهرست رو با دیگر متون دوره سومری مقایسه میکنیم، اما مشکل اینجاست که هیچ کدوم از اونها به زمان گیلگمش بر نمیگردن. اونها در بهترین حالت 500 سال پس از وجود فرضی اون نوشته شدن. به طور خلاصه وقتی صحبت از منابع مکتوب میشه همه چیز کاملا پراکنده است. بنابراین باید به اکتشافات باستانشناسی از دوران گیلگمش تکیه کنیم، همونطور که برای برخی دیگه از پادشاهان ذکر شده در فهرست انجام میدیم. یه سرنخ احتمالی وجود یک دیوار وسیع در سایت اوروکه. این بسیار چشمگیره، 9.5 کیلومتر طول با 900 برج. باستانشناسان بر این باورن که قدمت اون میتونه به زمان مرتبط با گیلگمش برگرده. جالب اینجاست که خود حماسه با ساختن دیواری قدرتمند توسط گیلگمش به پایان میرسه. شاید کل این افسانه جشن عاشقانه‌ای از یه پادشاه سازنده باشه که سلطنت او دوره‌ای از شکوفایی رو رقم زده. پس گیلگمش تاریخی هست یا نه؟ خب ما 100% مطمئن نیستیم و با 5000 سال فاصله کاملا طبیعیه. اما چه شخصیت او تا حدودی واقعی یا کاملا ابداعی باشه، داستانی واقعا خارق‌العاده پیرامون او ساخته شده که گیلگمش رو به قهرمانان ایلیاد و اودیسه یا حتی به افسانه‌های آرتوری نزدیک می‌کنه. به هر حال اهمیتی اسطوره‌ای و اخلاقی برای اون قائله و شاید جالبترین جنبه کل این ماجرا اون چیزیه که درباره جهانبینی بین النهرینی ها آشکار میکنه. قدیمی ترین داستان ها قهرمانانه و خوشبینانه شامل سفرها، ماجراهای ناگوار و نبردهای بزرگی هستند که گیلگمش و انکیدو همیشه در کنار همدیگه پیروز میشن. با این حال در نسخه کلاسیک بعدی بازتاب تاریک‌تری در مورد مرگ و میر انسان ظاهر میشه. روشنفکران بین النهرینی شروع به نگریستن به جهان از طریق منشوری کمتر جادویی نسبت به اجداد خود می‌کنند و دیدگاهی واقع بینانه و بدبینانه تری اتخاذ می‌کنند. با این حال ارزش‌های تمدن آنها هنوز به وضوح مورد تاکید قرار می‌گیره، مانند زمانی که گیلگمش انکیدو رو به اوروک میاره. کودک وحشی در چند مرحله متمدن میشه. ابتدا با فاحشه‌ای روبرو میشه که اونو اغوا میکنه، سپس لباس میپوشه، نان و آبجو رو کشف میکنه که با اون مست میشه، سپس خودش رو تراشیده و معطر میکنه. سرانجام مادر گیلگمش اونو به فرزندی قبول میکنه و پسر خودش میکنه. این عناصر
منعکس کننده جنبه‌های اصلی جامعه بین النهرین از جمله اهمیت کنش جنسی و فحشای مقدس، کشاورزی، پوشاک، بهداشت و نقش مرکزی خانواده هستند. تنها در این شرایطی که انسان از حیوان متمایز میشه. هدف انکیدو، نماینده بالاترین سطح جامعه بین النهرین، در قلب داستان و بخش پایانی اون یافت میشه. شهری که بدون اون فرد هیچه. گیلگمش با کنار گذاشتن رویاهای کودکانه جاودانگی خودش رو وقف شهرش میکنه و از طریق این فداکاریه که اون به یه پادشاه بزرگی تبدیل میشه. با اومدن مردمان جدیدی مانند یونانی ها و رومی ها، داستان گیلگمش سرانجام فراموش میشه. اما در دیگر آثار ادبی و حتی ادیان توحیدی تأثیر بسزایی داشته. تأثیر گیلگمش بر ایلیاد و اودیسه در مضامین مورد بررسی و ساختار داستان مشهوده. از نظر مذاهب در بسیاری از آنها به گیلگمش اشاره شده. به عنوان مثال، اوتاناپیشتیم جاودانه شباهت‌های شگفت‌انگیزی به نوح در کتاب مقدس داره. او به گیلگمش میگه که خدایان درباره آمدن سیل هشدار دادن. او با ساختن یک کشتی بزرگ و سوار کردن جفت حیوانات موفق به فرار میشه. بعدها در شیطان شناسی مسلمانان قرن 15 شیطانی به نام گیلگمش وجود داره. این تعجب آور نیست، زیرا بخشی از قوم عبری در قرن 6 قبل از میلاد در بابل در تبعیض زندگی می‌کردند و بسیاری از متون باستانی کتاب مقدس در این زمان نوشته شده. بنابراین نفوذ قوی بابلی رو نشون میده و اسلام بخشی از این میراثه. همه اینها به عنوان یک مقدمه عمل میکنن و نگاهی اجمالی به زمینه نگارش، توزیع و تأثیر ماندگار گیلگمش ارائه میدن. با این حال من به جزئیات خود حماسه نپرداختم. در برنامه‌های بعدی حماسه رو به صورت دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد. از اینکه این قسمت را دنبال کردید سپاسگزاریم. لایک، اشتراک گذاری، نظر، سابسکرایب و اشتراک در کانال رو فراموش نکنید. به زودی شما رو برای داستان‌های حماسی بیشتر می‌بینیم.